او میدونه مهمترین حقی که بانوی خانه و زن خانه داره محبت. مهمترین نیازی که داره و مهمترین حقی که داره محبت. روایت وارد شده که مردها به زنهاشون بگن من تو رو دوست دارم، یعنی تصریح کنن. این اولین حق مهم و بزرگ دیگه در خانه برای زنان عدم خشونته. حالا فرهنگ منحط غربی پر از موارد خشونت زنان، مردان بر زنان، پر کشته شدن زنان به دست شوهران، کتک خوردن زنها به دست شوهران در غرب وجود داره. این جزو مهمترین انحرافاته.